سری سیاحت و بازدید از تپه وزیر اکبرخان به اینجا آمدیم. اسمم بسم الله از ولایت بامیان ولسوالی تخمر. خب از بامیان اینجا خاطر چی آمدیم؟ فقط به خاطر سیاحت یک چکر بامیان بودیم، گفتن رو بریم تا کابل فعلا. ادب برای تمام بینندگان عزیز، ما امروز خاطر سیاحت و بازدید از تپه وزیر اکبرخان به اینجا آمدیم که در اینجا هزارها نفر روزانه میان دید و بازدید میکنن و سیاحت میان، از کنار و گوشه کابل به اینجا میان و ببین که چقدر نفوس اینجا زیاد است. باش که بریم ببینیم در اینجا یکی از برادرها پرسان بکنیم که چی گپ است. سلام علیکم. سلام علیکم جناب، روزه از بخیر هستین؟ علیکم سلام و رحمت الله. شما خوب هستید؟ بخیر سلامت هستید؟ میشه با خدا معرفی کنین؟ اسمم بسم الله از ولایت بامیان ولسوالی تخمر. خب از بامیان اینجا خاطر چی آمدین؟ فقط به خاطر سیاحت یک چکر بامیان بودیم، گفتن رو بریم تا کابل فعلا هم هستیم. به خاطر سیاحت چکر آمدیم. ماشاءالله. در راه از بامیان تا اینجا که آمدید که مشکلات نبوده؟ نه الحمدلله، تا که امارت اسلامی آمد افغانستان آمده که امنیت بخیر خوب شده، مردم آرام شب روز مسافرت خود میکنید که هم ببینید ذره. خب باد و هوای بامیان تا کابل چطور فرق داره یا نه که یکسان باشه؟ نه کمی فرق داره. فعلا در بامیان سرد است دیگه نسبت به کابل. دیگر در کابل که آمدین از خاطر سیاحت فعلا در کدام حصه کابل قرار داریم؟ فعلا در حصه تپه وزیر اکبرخان میگه یک جای کابل، یک جای بسیار روست است که همه جای کابل از اینجا دیده میشه. ما فعلا در اونجا سیاحت آمدیم. ماشاءالله جزاک الله. روزانه در اینجا در تپه وزیر اکبرخان چقدر هموطنان عزیزمون از خاطر دید و بازدید اینجا خب زیاد میاد. الحمدلله. اینم از برکت امنیت امارت اسلامی که در افغانستان آوردن مردم اینجا جمع میشه. جزاک الله. بله.